سلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند. شکری پروردگار مهربان که باز ما را به دیدار هم رساند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروز پیشکش شما می گردد. اعتراض مدنی و بدون خشونت در تاجیکستان نتیجه می دهد یا نه؟ در عرفه انتخابات یک عضو فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با $1900 رشوه دستگیر شد. سر و صدای گریختن سفیر تاجیکستان در ایران را وزارت امور خارجه رد کرد. صحبت امروزه ما درباره اعتراض مدنی و یا اظهار نارضایتی بدون خشونت بر عملهای ضد مردمی و ظلم و استبداد حکومتداران است. هرچند اعتراض مدنی و نتیجه های آن تجربه طولانی اهل بشر با نتیجه های خیره کننده است، در تاجیکستان از آن کم صحبت می کنند و کمتر به آن دست می زنند. چنین نوع اعتراض هندوستان را به استقلالیت رساند. نیلسون ماندلا بعد مبارزات مسلحانه رو به اعتراضهای مدنی آورد و موفق هم شد. مارتین لوتر کینگ در امریکا از این روش توانست به برتری نژادی سفیدپوستان بر سیاه‌پوستان خاتمه بخشد. در بیشتر کشورهای دنیا اعتراضهای مدنی چون ابزار فشار جامعه به حکومت استفاده می شود. حتی حکومت‌های دیکتاتوری و مستبد بارها مجبور به عقب نشینی در پی این گونه اعتراضها شدند. اما چرا در تاجیکستان حتی از این ساده ترین نوع اعتراض پرهیز می کنند؟ چرا مردم خاموش است؟ بدترین ظلم علیه مردم روا دیده می شود، اما مردم سرخم و خاموش. روانشناس و فعال سیاسی باباجان قیوموف یکی از سبب‌های کناره‌گیری مردم از اعتراض‌های آسایشته را در این می‌بیند که مردم ما را در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها غلام طبیعت تربیه می‌کنند. البته اعتراض‌های مدنی یکی از سلاح‌های اصلی است که مردم از آنها برای فشار آوردن به حکومت‌ها استفاده می‌کنند و بیشتر از این راه مردم حق خود را از حکومت‌ها یا از به اصطلاح دایره‌های قانونی، نهادهای حکومتی طلب می‌کنند و به دست می‌آورند. مثلا ما نمونه‌های زیادی داریم که این اعتراض‌ها رو در کشورهای زیادی به راه انداختند و نتیجه هم گرفتند. برای مثال اگر به حرکت گاندی نگاه کنیم می‌بینیم که در مقابل ابرقدرت به مثل انگلیا گاندی توانست با یک اعتراض‌های مدنی و مبارزه خشونت پرهیز خود روندی را راه اندازی کند که مردم در اطرافش جمع شوند و حکومت مقتدر همچون انگلیا را از هندوستان بیرون کنند و یک آزادی را برای مردم هند به دست آورند. و دومین نمونه میتوانیم به نیلسون ماندلا اشاره کنیم. نیلسون ماندلا که حتی در ابتدا بعد از شروع مبارزه های خودش یک زمان رو به مبارزه های مسلحانه هم آورد و دید که بعد از اون که بعد از مبارزه های مسلحانه وقتی به زندان انداخته شد و دوباره از زندان آزاد شد، این بار دست از مبارزه مسلحانه کشید و اعتراضهای مدنی را راهبری کرد و شروع اعتراضهای مدنی نیلسون ماندلا فراگیر شد و نتیجه داد و الکی کشور آفریقای جنوبی را از استعمار رها کرد و آزادی را برای اون مردم به دست آورد.
نمونه دیگری این که به ما میتواند نزدیکتر باشد این مبارزه آزادیخواهی مارتین لوتر کینگ است که یکی از رهبران سیاه پوستان امریکا که کشیش بود که این مبارزه ها را راه اندازی کرد و آمریکا را در آمریکا برتری نژادی سفید پوستان را بر سیاه پوستان خاتمه بخشید و یک برابری نژادی را در آمریکا به وجود آورد. ولی در جامعه ما آیا این روند اعتراض مدنی کارساز هست و چرا مردم ما به آن توجه نمیکنند؟ اگر ما بر ریشه‌های روانی این قضیه نگاه کنیم، ما اگر به مکتب ها مثلا اگر نگاه کنیم، در مکتب شروع از مکتب ها مردم ما را، جوانان ما را طرز تربیه میکنند که آنها باید فقط بشنوند و بپذیرند، نه اینکه آنها چیزی بگویند یا اینکه از خودشان چیزی را انتقاد کنند یا در مقابل چیزی ایستادگی کنند. مثلا اگر بر شیوه های آموزشی دیگر کشورها نگاه کنید، این طلبه یا دانشجو را در شکل بار می آورند که از خودش چیزی برای گفتن داشته باشد، ولی در ما برعکس است و این غلام طبیعتی را از مکتب و دانشگاه در ذهن دانشجو و طلبه جا میکنند و یکی از عامل هایی که مردم ما نمیتوانند امروز با اعتراض های مدنی رو بیارند در اصل انا همین جا ریشه دارد. سبب دیگر به اندیشه این روانشناس این است که جوان امروز تاجیک از نگاه روانی موقع و حقوق خودش را در جامعه تنها به اندازه یک مهاجر کاری می‌بیند و اصلاً برای خودش حقوق قائل نیست که برای طلب آن به فکر اعتراض باشد. دوم مسئله این است که مکتب‌های ما به شکل امروز جوانان را تربیت میکنند که بجز از یک مهاجرت کاری که مثلا او گاستربایتر شود یا اینکه مهاجر کاری شود، مردی کار شود، دیگر فکر دیگری در ذهن جوانان رشد نمیکنند و وقتی یک انسان تنها خودش را به همین اندازه موقعیت و حقوق خودش را همین قدر میداند که یک مهاجر کاری است برای این وطن، اون دیگر برای چی اعتراض کند؟ چیزی برای اعتراض کردن ندارد. اون نمیداند که برای چی باید اعتراض کند. این روش هم با یک در ذهن و روانی مردم ما بسیار اثری شدید گذاشته است و جوانان ما را به این گونه برآورده است. ولی امروز در جامعه در مهاجرت مردم ما الکی به یک واقعیت های نو روبرو شدند و حقوق خودشون را شناختند و دیر یا زود آنها دست به این اعتراض های مدنی خواهند زد اگر شرایط تغییر نکند و اگر وضعیت به چنین منوال ادامه یابد. مطمئن باشید همون مهاجران کاری که امروز به شکل مردی کار با ذهنیت یک مردی کار، یک مهاجر، یک به اصطلاح شخصی به حقوق از کشور خارج شده بودند، با اندیشه دیگر، با اینکه در کشور خودش حق و حقوق دارد به وطن برمیگردد و این زمینه های اعتراض در جامعه ما به وجود خواهند آمد. اما باید گفت در همین آخرها شاهد اولین اعتراض های مدنی و نتیجه آن شدیم. اعتراض اول علیه بالابری نرخ سیم کارت ها بود. در یادتان هست چه خیلی سر و صداها بلند شد. با پیشنهاد خدایی طبق بعضی معلومات ها الکی سابق رئیس جمهور بک صبور که هنوز خدا بود پیشتر، حاضر نمیدونیم خدا شده است، جدا شده است، چی شده است و مورد خشم امام علی رحمان قرار نگرفته بود، بک صبور قیمت یک سیم کارت در تاجیکستان 250 سومانی معین کرده شد. بک صبور که تمام ساحه تلکمونیکاسیون را مونوپول کرده است، میخواست از این راه هم درآمد مفت و هنگفتی به دست آورد. طبق معلومات های به دست آورده رادیوی پیام، وزیر کارهای داخله، حتی همین وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده نیز در این پروژه منفعت داشت، یعنی به فایده شریک بود. با وجود اعتراض های زیاد در شبکه های اجتماعی، بک صبور این قرار را امضا کرد و رسما نرخ سیم کارت 250 سومانی مقرر گردید.
مقامات این تصمیم را پیشگیری از استفاده سیمکارت ها از طرف تروریستان نامیده چند بهانه خنده‌آور دیگر هم آوردند. اما بعد امضای قرار از طرف بیگ صبور، هرچند گروهی بزرگ از مردم به نمایندگی های شرکت های موبیل ریختند، همه می‌دوید که تیزتر به قید گیریم و سیمکارت هایشان را میخواستند از نو به قید گیرند و از پرداخت 250 سومانی رها یابند. قسمت دیگر به اعتراض مدنی دست زدند. با ابتکار فعالان مخالف، یادتان باشد، و برخی فعالان جامعه شهروندی که در خارج به سر میبرند، چند فلش ماب، امضا جمع‌آوری، اعتراضها در شبکه‌های اجتماعی و غیره راه اندازی شد. این معرکه ها از طرف فعالان داخلی هم هرچند با احتیاط دستگیری یافت و کم کم مردم هم شروع به اعتراض ها در شبکه ها کردند. برخی اعلان نمودند که به سیمکارت میمانند، اما آن را از نو به قید نمیمانند و به 250 سومان سیمکارت نمیخرند. در فیسبوک، ادناکلاسنیکی، در اینستاگرام همین خیلی گپ ها بود. همین خیلی سر و صداها به میان آمد. نتیجه چی شد؟ چون صداها بالا رفتن گرفتند و خف و اعتراض ها به شکل های دیگر پدید آمدند، حکومت بخصوص رئیس آن امام علی رحمان که تا این زمان گویا از ابتکار بیگ صبور خبر نداشتند، وارد کار گشته قرار رئیس خدمات علاقه را غیر قانونی اعلان و بیکار نمود. این اولین پیروزی جامعه شهروندی بر حکومت بود که خیلی ها را به مبارزه مدنی دلگرم کرد. یعنی مردم فهمیدند که با اعتراض میشد است، با صدا بلند کردن میشد است از حقوق خود دفاع کرد. اعتراض دوم به بالا بردن قیمت اینترنت بود. اگر یادتان باشد، مقامات تصمیم گرفته بودند قیمت اینترنت در کشور را از 2 تا 5 برابر بالا برند. این را هم برخی تصمیم شخصی بیگ صبور با همدستی به رئیس کمیته انداز نصرت الله دولتزاده دانستند. اما برخی دیگر تصمیم مستقیم حکومت و شخص رئیس جمهور می‌دانند این را. حالا مهم نیست تصمیم از کجا سرچشمه می‌گرفت، این تصمیم کی بود، چون موضوع ما این نیست. چون فعالان مخالفین، جامعه شهروندی و برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی از پیروزی اول روحیه گرفته بودند، اعتراضها علیه بالا بردن قیمت اینترنت زود آغاز گردیدند و چند راه تجربه شده اعتراض استفاده شدند. روحیه گرفتن مردم از پیروزی اول را با این هم میتوان شرح داد که اصول نوی اعتراض مدنی امضا جمع کنی در خیابان ها راه اندازی شد. چند خانم به این ابتکار دست زدند. واقعا در همان زمان، در همان وقت، جسارت و شجاعت همه خانم هایی که به امضا جمع کنی دست زدند ستودنی بود. احسن به آنها. این کاری اونها به جای رسید که مقامات امنیتی و انتظامی را به تهلکه انداخت. این ابتکار جوان زنان به هزارها نفر روحیه بخشید و اعتراضها در شبکه‌های اجتماعی بیشتر و صدایشان بلندتر گردیدند. امضا جمع کنی در خیابان‌ها تا حد مقامات را ترساند که با پاسخ‌های غیر حرفه‌ای و شرم‌آور دست زده به یکی از این زنان امضا جمع کرده تهمت فحش کردند. اینها همه خیلی نامرد هستند. ولی با وجود این فشارها، اعتراضها روز تا روز بیشتر و نمودهایشان گوناگونتر شدن گرفتند. برای مثال، برخی از کاربران مصلحت می‌دادند چگونه می‌شود سیمکارت‌های همسایه کشورها را
خریده از اینترنت آن استفاده کرد. چند روزی پافشاری مقامات بالای این تصمیم باعث شد چند راه عبور کردن این اینترنت شبکه‌های تاجیکستان پیشنهاد شود و هزارها نفر صاحب سیم کارت‌های قرقیزی و حتی ازبکی شوند. این دفعه هم حکومت به اعتراضهای مدنی مقابلت کردن نتوانست و مجبور به عقب نشینی کرد. رئیس اگنتی ضد انحصاری گناهکار اعلان و به وظیفه بلندتر گذرانیده شد. در ما جنایتکار و گناهکار حکومتی از کار خارج نمی شود. جنایت کردی با جنایتکار کلان همراهی کو، نمیماند شریکش در کوچه خشک ماندن. هر کی جنایتکار است در تاجیکستان جنایتش آشکار شد از کار میگیرند به وظیفه بلندتر میبردارند. برای چی؟ برای اینکه هنرش سنجیده شد. جنایتکاری کرده میتونست است. برای همین سینونیمی منصبدار وظیفه‌دار در تاجیکستان این جنایتکار است. به این مسئله ها هم بدتر برمیگردیم در برنامه‌های دیگر. آخرین پیروزی مردم با اعتراض مدنی را، یعنی بدون خشونت را، میتوان از نو به قیدگیری سیم کارت ها با شناسنامه های نو دانست. از اول معلوم بود که این تصمیم بدون تحلیل و با فرمان کدام نفر غیر حرفه‌ای بی‌سواد گرفته شده است. چون در فرصتی که مقامات معین کرده بودند امکان گرفتن شناسنامه پلاستیکی و از نو به قید ماندن سیم کارت ها برای نیمی اهالی وجود نداشت. اعتراض ها، نارضایتی ها یا نبودن امکان مقامات را مجبور کرد 2 مراتب مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت ها را دراز کنند. در این مدت تنها آنهایی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده نمی کنند و از 2 پیروزی اول خبر نداشتند با ایستادن زیر آفتاب سوزان و هفته‌ها نوبت‌پایی شناسنامه‌هایشان را عوض و سیم کارت‌هایشان را از نو به قید ماندند. اما آنهایی که دریافتند با اعتراض مدنی و بدون خشونت می شود به نتیجه رسید، از رفتن به شعبه‌های شناسنامه‌دهی خودداری کردند و بیش از 2 میلیون سیم کارت به قید گرفته نشد. تهدید مقامات مبنی بر لغو این سیم کارت ها هم عملی نشد، چون این کار بر ضرر خود مقامات است. حالا با تشبث پیشوای ملت که از مشکل بعد نیم سال گویا خبر یافته است، مدتی از نو به قیدگیری سیم کارت ها برای 2 سال دیگر دراز کرده شد. انا غمخوری. پرزیدنت یک مدت طولانی مردم از زیر توبیانش غارت کرده ایستادند، بیخبر بوده است و بعد نیم سال با خبر شده است. تو انا این خیلی غمخوری کرده است و تا به 2 سال دیگر درازا کرده شد. و باز هم این را دانسته مانید که بعد 2 سال دیگر هم این مهلت تمدید می شود. اکنون اینجا میخوام به یک نکته اشاره کنم. اعتراض علیه ظلم میگوییم، تظاهرات میگوییم، تجمع اعتراضی میگوییم. همه روز خبرهای رسانه‌ای می شود که مردم کشور با اظهار نارضایتی از رفتار مقامات دست به اعتراض زدند، تجمع کردند و یا فلش ماب گذرانیدند. این یعنی چی؟ اعتراض مدنی اصلا یک شیوه خشونت پرهیز از مبارزه است که در مقابل حکومت ها راه اندازی می شود و در این نوع اعتراض معترضان تلاش می کنند قابلیت اجرای قانون را
تضعیف کنند. الیت حکمران همیشه کوشش میکند با آوردن سبوکی ها برای داشتن بردوام زمام حکومت قانون ها و طلبات های را جاری کند و حتی این برای مردم مشکلی ها ایجاد کند. در همین حال باید مردم بیدار و آگاه از حقوق خود دفاع کنند و نگذارند کسی به خود حق دهد با سوء استفاده از مقام و منصب حقوق شهروندیش را پایمال کند. همین است اعتراض. اعتراضی که در آن خشونت وجود ندارد، در آن جنگ و جدال وجود ندارد. اکنون سوال به میان می آید که آیا حقوق ما در تاجیکستان پایمال نمی شود؟ مال مردم را منصبداران غارت نمی کنند؟ مردم آزاداندیش را به ناحق با تهمت پشت پنجره زندان نمی کنند؟ البته کرده ایستادند و ظلم بالای ظلم است. یعنی وقت اعتراض کیها رسیده است. باید بدون خشونت صدا بلند کرد. باید گفتنی ها را گفت. باید کشور را از ورطه نابودی نجات داد. آزادگی را خودمان نبینیم هم اقلا نسل های آینده ما ببینند. اقلا در صفحه تاریخ همچو ترسو و ضعیف و غلام طبیعت درج نشویم و هزارها سال دیگر نسل های آینده ملامتمان نکنند. در عرفه انتخابات یک عضو فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با گرفتن $1900 رشوه دستگیر شد. اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از دستگیر شدن سیدعلی میراسیلوف مدیر بخش حفظ اجتماعی اهالی ناحیه ظفرآباد خبر داده است که با گرفتن $1900 پاره متهم می شود. تفصیلات بیشتر از این خبر و گزارش چند خبرها از رسانه‌های دیگر را از جانب همکارم عایشه محمدی بشنوید. در عرفه انتخابات یک عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با $1900 رشوه دستگیر شد. اگنتی نظارتی دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان از دستگیر شدن سیدعلی میراسیلوف مدیر بخش حفظ اجتماعی اهالی ناحیه ظفرآباد خبر داده است که با گرفتن $1900 پاره متهم می شود. با اطلاع دفتر مطبوعاتی اگنتی ضد فساد، میراسیلوف سیدعلی رستمویچ مدیر بخش حفظ اجتماعی اهالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد و عضو فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در دو حالت متهم بشود. منبع میگوید میراسیلوف زمان کارش در نهاد ذکر شده ماه اوگوست سال 2015 از شهروند خدایبردیف کمالالدین نوردینویچ برای مساعدت نمودن جهتی جدا نموده دادن 8 ساتی قطعه زمین نزد حولیگی مبلغ $800 ایالات متحده آمریکا طلب کرده گرفته است. منبع افزوده است با همین طرز و اصول ماه سپتامبر سال 2015 از شهروند نورماتوف بختیار روزیبایویچ توسط شهروند سلیمانوف نورعلی احسانعلیویچ برای جدا نموده دادن قطعه زمین نزد حولیگی $1100 آمریکایی طلب کرده گرفته است. دفتر مطبوعاتی اگنتی ضد فساد میگوید اوید به حالت مذکور نسبت به میراسیلوف پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیش پیشکی آن ادامه دارد. در شبکه‌های اینترنتی رسانه‌ای شد که سفیر تاجیکستان در ایران سفارت را ترک کرده از روی ترس گرفتاری به کرونا ویروس رو به گریز آورده است. اما وزارت امور خارجه تاجیکستان خبر فرار سفیر و بسته شدن سفارت در ایران را رد کرد و اعلام کرد که این گونه خبرها اساس ندارند و گفته شد که پهن این گونه خبرهای بر دروغ کار دشمنان روابط دو کشور است. وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید کرد که در حال حاضر سفارتخانه جمهوری در رجه مقرری فعالیت دارد و هیچ یک کارمند سفارتخانه هیچ کجای نرفته است. بخش کنسولگری سفارتخانه آماده کردن روابط‌ها با شهروندان ایران را ادامه می‌دهد. این در حالی است که طبق اطلاع رسانه‌های ایران تعداد جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 15 تن رسید
کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در جمع خبرنگاران گفت تاکنون 141 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر اساس آخرین آمار تاکنون بیش از 80,000 نفر در جهان به این ویروس مبتلا شدند که از این تعداد بیش از 27,000 نفر بهبود یافتند و بیش از 2700 نفر نیز جان خود را از دست دادند. بانک جهانی در جنوب و شرق تاجیکستان دو طرح را تامین مالی می‌کند که 50% آن همچون کمکی به بازگشت ارائه کرده می شود. گفته می شود که یکی از این طرح‌ها ساخت‌وساز 18 پل اتومبیلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و دیگری تقویت ساحل 31 کیلومتری در استان ختلان است. ارزش ساخت‌وساز پل‌ها 20 میلیون دلار می باشد. تامین مالی در چارچوب طرح تقویت زیرساخت‌های مهم برای تامین پایداری به آفت‌های طبیعی عملی می گردد. مهلت اجرای طرح تا سال 2023 است. چند پیش بانک جهانی اعلام کرد که چنین سرمایه‌ها به تاجیکستان که همیشه مواجه آفت‌های طبیعی است برای افزایش ظرفیت آمادگی به وضعیت‌های اضطراری احتمالی و بهبود زیرساختارهای مهم کمک می‌کند. معلومات رسمی آماری تاجیکستان و ازبکستان آید به حجم معاملات مال در ماه ینوری سال روان از همدیگر قریب 2 برابر فرق دارند. بنا به معلومات اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ماه ینوری سال 2020 حجم گردش سودای بین تاجیکستان و ازبکستان 22.8 میلیون دلار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 2.2 برابر بیشتر است. گفته می شود ماه گذشته تاجیکستان به کشوری همسایه به مبلغ عمومی زیاده از 3.6 میلیون دلار مال و محصولات صادر کرده است. همزمان واردات از ازبکستان به تاجیکستان به مبلغ نزدیک 19.2 میلیون دلار صورت پذیرفته است. در همین حال طبق معلومات کمیته دولتی آمار ازبکستان، ماه ینوری سال گذشته حجم گردش سودای دو جانبه این کشور با تاجیکستان 41.3 میلیون دلار را تشکیل داده است. از جمله حجم صادرات از ازبکستان به 30 میلیون دلار و واردات محصولات از تاجیکستان به 11.3 میلیون دلار برابر شده است. ذکر می شود که تاجیکستان شامل 10 گونه شریکان اساسی تجارتی ازبکستان می باشد. ماه ینوری همین سال حصه تاجیکستان در گردش سودای خارجی ازبکستان 1.4% را تشکیل داده است. توافق بین معلومات اداره‌های آمار تاجیکستان و ازبکستان تکراراً هر سال به مشاهده می‌رسند. مثلا طبق معلومات اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سال 2015 حجم گردش سودای بین تاجیکستان و ازبکستان 362 میلیون دلار بوده است. اما کمیته دولتی آمار ازبکستان خبر می‌دهد که سال گذشته بین دو کشور به مبلغ 497 میلیون دلار معاملات مالی انجام داده شده است. بینندگان عالی قدر، اینجا برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. خواهشمندیم با لطف و مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. با برابر پخش تگمه زنگوله شما از آن درک می‌دهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تگمه آبونه، سابسکرایب یا پادپیساتسه صفی عدالت خواهان را زیاد می‌کنید. خفته را بیدار و ذوق را بنیاد می‌کنید. لطفاً به شبکه یوتیوبی ما آبونه شوید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون می کند. گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا می دانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. تماس با ما با پیام فرستک های وایبر، ایما، واتساپ و تلگرام توسط رقم 49 15 16 46 15 947. موفق و سربلند باشید. الها همیشه ایمانتان و سلامت، خودتان در عافیت و دور از جرم و معصیت باشید. و نهایت تمنای ما به مخلصان هموطنان بیداردلی و شجاعت و جسارت سر بالا کردن علیه ظالمان وقت است. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید، رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید،
رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.